سلام به رادیو وحشت خوش اومدید. با یک داستان ارسالی واقعی وحشتناک دیگه در خدمتتونم. دوستان قبل از شروع برنامه لطفاً با سابسکرایب، لایک و کامنت از این برنامه حمایت کنید و ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. لطفاً با ما همراه باشید. دو دل بودم که این داستان رو واسهتون بنویسم یا نه، ولی خب حس میکنم مثل قده‌ای تو گلوم میمونه تا وقتی توفش کنم بیرون. جملاتی که میخونید بخشی از زندگیم نیست، تمام زندگی منه. از اتوبوس پیاده شدم، کلیدا رو توی دستم فشار دادم و با باز کردن صفحه گوشیم دنبال آدرس دقیقش میگشتم. حدوداً پیاده ربع ساعت فاصله داشت. کرکره مغازه رو که بالا کشیدم متوجه فضاحتی که اتاق رو گرفته بود شدم. وای من، کولرهای خاک گرفته رو یکی یکی وسط چله زمستون روشن کردم. چمدون رو باز کردم و تصمیم گرفتم دستی به سر و روی مغازه بکشم. تنورهای زنگ زده و تابه های نشسته و تارنکبوت‌هایی که همشون با هم فضای عجیبی رو توی اتاق درست کرده بودن. سریع پریدم و 10-15 تا لامپ خریدم و کولرای نیمه سوخته و سکته‌ای رو چک می‌کردم. بالاخره نصب لامپا تموم شده بود. به خودم جرأت دادم و اون فضای تاریک رو روشن کردم. تلفن دکمه‌ای شکسته مغازه رو به برقش زدم و تابلوش رو روشن کردم. کلمه بزرگ طلایی روی بیلبورد قدیمی و لک زده‌ای بالای مغازه درخشش خوبی داشت. به خودم امید داشتم. خونه رو کلن یادم رفته بود انگاری. زنگ زدم و حال احوالی کردم. پدرم از اوضاع مغازه پرسید. ماجرای کولرها و وضعیت درهم مغازه رو که بهش گفتم اصلاً جا نخورد. بهم گفت سر ماه تموم پولی که بابتش خرج کردی رو بهت میدم. آخرش هم آدرس جاهایی که مورد اعتمادش بود و میتونستم با قسط و پیش پرداخت وسایل مغازه رو بروز کنم بهم داد. شب بخیری گفتم و توی فکر فردا صبح بودم که تلفن مغازه زنگ خورد. رشته افکارم بدجوری پاره شد. گوشی رو برداشتم و لحنم رو عوض کردم. قبل از بفرمایید گفتنم صدای جوونی با صدای آرومی گفت اینجا نمون، فرار کن. و بعد قطع شد. گوشی رو انداختم و دوباره توی فکر فرو رفتم. منظورش چی بود؟ نکنه میخواسته منو اذیت کنه و دستم بندازه. توی همین تفکرات بودم که همون صدا در حالی که نزدیکتر میشد همون حرفشو تکرار میکرد. خودش بود، فرخ بود. پدر فرخ از قدیمیای این بازار بود و پدرش با پدرم رفاقت دیرینه‌ای داشتن. فرخ هم 3 سالی از من بزرگتر بود و از تنها دیدن من توی اون صحنه استفادهشو کرده بود. از دیدنش خوشحال شدم. دروغ چرا، بدجوری خوفم برداشته بود از این پیتزا فروشی عجیب غریب. از مغازه بیرون زدم تا دوری توی شهر بزنیم. از فرخ خواستم همیشه به هم سر بزنه و بیشتر سعی کنه به هم سر بزنه. فرخ هم قبول کرد که تو عوض کردن لوازم کمکم کنه. همه چیز داشت طبق روال پیش می رفت. یه مغازه 150 متری که حدود 15 مترش رو اتاق خواب خودم کرده بودم. وضعیت لوازم مناسب شده بود و آماده بودم مغازه رو باز کنم. دقیقاً شب قبل فردای روزی که میخواستم مغازه رو بازگشایی کنم واسه خرید بادکنک و خرت و پرت‌های تزیینی بیرون رفته بودم. تو راه برگشتم به خونه خودم بودم که مردی قد بلند با ورکوت پلاستیکی سیاه رنگ و کلاه بزرگ و مسخره‌ای که تو سرش داشت جلوم اومد. از شکل ظاهریش یه خورده ترسیدم و فکر خفتگیر بودنش داشت بدجوری میترسوندم. وقتی صدام کرد عین ترسوها و با حفظ فاصله زیاد برگشتم و نگاش کردم. من حدوداً 20 قدم برداشته بودم و اون همچنان 2 قدمی من بود. قبل از اینکه سعی کنم از خودم دفاع هم بکنم به هم نگاهی کرد و گفت از خونمون برو بیرون.
منی که با خیال خودم پا توی پاتوق یه مشت معتاد پا گذاشته بودم، صدا توی سینه انداختم و داد زدم: نرم چی میشه؟ کلاهش رو از روی سر برداشت و صورتش کاملا نمایان شد. چشمای تمام قرمزی بدون مردمکشو، صورت کشیده و دهنی که تا بناگوش پاره شده بود و فک در رفتش رو هنوز بهتر از هر چیز دیگه ای به خاطرم دارم. وقتی چشم باز کردم توی بیمارستان بودم. هیچ کس بالای سرم هم نیومده بود. حدوداً 40 یا 50 دقیقه‌ای طول کشید تا یادم بیاد چی بر سرم اومده. قیافش که به نظرم می اومد رعشه می گرفتم. هیچ کس رو خبر نکردم و هرچی فرم بود امضا کردم. واسه فرار کردن از اون سگدونی. نه بادکنکم رو یادم کدوم گوری گذاشتم، نه کلیدای مغازه رو. گوشیم، کیف پولم و حتی شناسنامه‌م همشون سر جاشون بودن، اما کلیدای مغازه نه. همه چی رو به توهم و حماقت هایی که تا حالا داشتم سپردم و سراغ کلیدساز رفتم. فرخ هم چند روزی بودش که ندیدمش. کلید جدید رو که توی در انداختم و وارد شدم با دیدن کلیدهای قدیمیم روی میز خوشم زد. اگه من در رو قفل کرده بودم پس کلیدا چطور برگشتن اینجا؟ داشتم عقلم رو از دست میدادم. البته که برام مهم هم نبود. پیتزا فروشی که قرار بود خیلی سریع منبع درآمدم بشه حالا لونه موشی شده بود که توش آرامش هم نداشتم. شب وقتی میخوابیدم نمیدونم چرا اما از شدت ترس بود یا هر چیز دیگه ای در اتاق رو 2 قفله کردم. کرکره رو هم پایین دادم و خوابیدم. ساعت حدودای 1 شب بود که با صدای خسخس جاروی ساده‌ای که واسه یه گرد گرفتن استفاده میشد از خواب پریدم. قبل از ترس از این همه اتفاق مزخرف عصبانی بودم. در رو با قدرت هرچه تمامتر باز کردم و دوباره دیدمش. همون اوورکوت سیاه پلاستیکی تنگ، این بار با صورت آدم ولی همچنان با فک کج و لبهای پاره شده تا بناگوش. به هم دست تکون داد و دوباره خندید. ابروهاش توی شکافهای پیشونیش گم می شد. رفته رفته صورتش قرمز رنگ تر و کری‌تر می شد. خندش به اخم تبدیل شد و جارو را از روی زمین برداشت و روبروی زانوهای خودش که به داخل خم می شد گرفت و با تمام قدرت به دری که من پشتش بودم حمله ور شد. در رو محکم بستم. خیس عرق بودم و صورتم می سوخت. نفس کشیدنم سخت شده بود که دیگه نفهمیدم چی شد. از همون شب رعشه های وقت و بی وقت و سردردهای من شروع شد. تیک‌های عصبی شدید بدنم که حتی اجازه ی حرف زدن رو هم به هم نمیداد. پشت تلفن فقط برای بابام جیغ میزدم. تایپ هم حتی نمیتونستم بکنم. 4 روز تموم دست‌هام طوری میلرزید و اشک از چشمام میومد که نمیتونستم کلید رو بردارم یا حتی پیداش کنم. روز 7 بود که صدای کرکره مغازه رو شنیدم. دیگه خودم و آماده ی همه چی میدیدم و تخت رو بغل گرفته بودم و گریه میکردم. پدرم پشت در مثل دیوونه ها به در میکوبید. با زور کلانتری و 10 تا سرباز و بدبختی راه رو به اتاق باز کردن و هر 10 تاشون نمیتونستن دستای منو حتی یه لحظه کنترل کنن. کم کم به نور حساس شدم و تمام وقتم توی تاریکی میگذشت. شبا با گریه میخوابیدم و با کابوس بیدار میشدم. زندگیم رو تموم شده میدونستم. یه شب پدرم با مرد خوشچهره‌ای به خونه اومد. اسمش رافیک بود. آقای رافیک به هم نگاهی کرد و با شرمندگی توی چشمای پدرم زل زد. منی که نمیتونستم خودم رو حتی کنترل هم بکنم چشمهامو ازش میدزدیدم. رافیک توی یه لحظه چاقویی در آورد و زیر گردن من گذاشت. با صدای بلند فریاد زد: اخرجی ایتها الروح القذرت او سأرسل کلاکما الا مکان عذاب العظیم. بی اختیار و عین جسمی بیجون که انگار از ابتدای هستی جونی نداشتم گوشه ای افتادم. دستی توی سرم کشید و پس از اتمام مراسم به هم گفت:
تو منزلگاه اونا رو خراب کردی و با حضورت براشون درد سر درست کردی. اون مغازه مأمن اجنه کافری از قبیله رعبان بود و تو با اون حرف و اشتباهت آرامشش رو به هم زدی. بعدش به من نگاهی انداخت و با ناراحتی گفت اشتباهی که مرتکبش شدی جزو تقدیرت نبود. جلوی بعضی اتفاقها رو من هم نمیتونم بگیرم. هرچی بهش اصرار کردم هرگز راجع به اتفاقاتی که میگفت با هم صحبت نکرد. حالا دقیقاً 13 ماه گذشته و تنها چیزی که از اون پیتزا فروشی به من رسید تیک‌های عصبی و سردردهای طولانی مدتی بودند که زندگیم رو لحظه لحظه بیشتر به یک خواب ابدی نزدیک می‌کردن. این داستانی رو که تعریف میکنم واسه بابا بزرگم اتفاق افتاده. ما اصالتاً خوزستانی هستیم و اهل اهواز. پدر بزرگ من که اون زمان توی دهات زندگی میکرد و کارش کشاورزی بود و معمولاً شبا همسایه ها یا آشناها به همدیگه سر میزدن و از احوال همدیگه جویا میشدن و رابطه ها خیلی صمیمی بود. یه روز بابا بزرگم تصمیم میگیره بره خونه خواهرش که توی یه دهات دیگه بوده و حدوداً 15 یا 20 کیلومتر فاصله داشته سری بزنه و مقداری هم خرما و چیزای دیگه با خودش ببره و تا رسید اونجا نزدیکای عصر بوده، چون صبح توی زمین کار میکرد و بعد از نهار حرکت کرده. خلاصه این که تا شب اونجا میمونه و از اونجایی که بابا بزرگم آدم خیلی شجاعی بوده و از هیچ نمیترسیده تصمیم میگیره همون شب توی تاریکی بیابون برگرده خونه. بابا بزرگم میگفت هرچی اصرار کردن که بمونم ولی به خاطر تنها بودن مادر بزرگم و بچه هاش نمیشد بمونه. بالاخره سوار اسبش میشه و راه میفته. همه جا تاریک و بیابونم فضای وحشتناکی داشته، طوری که همش حس میکنه انگار کسی مراقبشه و دور و برش کسیه و حس بسیار سنگینی داره. نسیمی میوزیده و صداهایی میومده. با بزرگم به شک میفته که این صداها به خاطر باد یا چیزای دیگه، اما اهمیتی به هیچی نمیداده و از نترس بودن و شجاعت زیادش دل به بیابون و سمت منزل زده. ناگهان توی تاریکی و اون هوای گرگومیش از فاصله نچندان دور سایه‌ای میبینه. کم کم که نزدیک میشه اون سایه واضح‌تر و واضح‌تر میشه. انگار یه پیرزنی بوده با عبایی بر سرش، تا اینکه کاملا کنارش قرار میگیره و میبینه یه پیرزنی نشسته و سر به زیر گرفته. پدر بزرگم سلام میکنه و میگه مادر شما این وقت شب اونم وسط بیابون چی کار میکنی؟ نمیترسی حیوانی چیزی بهت حمله کنه؟ پیرزن بدون اینکه سرشو بالا بیاره میگه من اومده بودم مهمونی توی اون دهات بالایی و حالا میخوام برگردم خونمون. من مادر فلانی هستم. با بزرگم که اون شخصو میشناخته و میدونسته مادر پیری داره حرفشو باور میکنه و میگه پس چرا خود پسرت همراهت نیست؟ گفت اون صبح منو رسوند و برگشت سر زمین. حالا بدون اینکه صابخونه بدونه خواستم برگردم که خسته شدم و شب شد و نمیدونم کجا برم و چی کار کنم. با بزرگم میگه خودم میرسونمت مادر. پیرزنم میگه خدا خیرت بده، ممنونت میشم. با بزرگم میگه یه دلهوره عجیبی داشتم، انگار یه جای کار اشکال داشت. آخه اون شخصی که من میشناسم جونش به جون مادرش بنده و محال مادرشو بذاره و برگرده. بعدش هم مگه این پیرزن چقدر میتونه راه بره که تا اینجا رسیده؟ حرفاش به طور عجیبی باورم شده بود، با اینکه منطقی به نظر نمیرسید. همه این افکار و سوالات مبهم منو مشغول کرده بود که اونو پشت سرم سوار اسبم کردم، اما هیچ توجهی به چهرهش نداشتم و یه جورایی انگار حرفاش منو طلسم کرده بود. تا به خودم اومدم مسافتی رفته بودم و اون پیرزن پشت سرم روی اسب نشسته بود. هیچ حرفی نمیزد. یه لحظه انگار که خواب بودم و از خواب یهو بیدار شدم. فقط حس کردم که اسبم داره میلنگه. یه دفعه چشمام گرد شد و با خودم گفتم خدایا مادر فلانی که خیلی وقت مرده،
پس این کیه من سوارش کردم؟ ای وای، این همون موجود بیابونیه که هر کسی گیرش بیفته اونو میکشه. به اصطلاح محلی خودمون بهش ام المساحی، زنی که انگشتایی شبیه داس داشت میگفتیم. اسبم بیشتر میلنگید و زیر چشمی نگام به سایه پیرزن بود که به خاطر نور کم ما روی زمین تقریبا مشخص بود. دیدم انگشتای بسیار بلند و خمیده‌ای داره و با خودم گفتم این ملعون میخواد اسبمو ناکار کنه که راه فراری نداشته باشم و منو تک و تنها گیر بیاره و بکشه و منم دست خالی ممکنه حریفش نشم چون بسیار قویه. یه دفعه خدا یه فکری به دلم انداخت و پا زدم زیر شکم اسبی که رم کرد و من خودم محکم گرفتم که نیفتم، اما پیرزنه محکم خورد زمین و جیغ وحشتناکی کشید که کل بدنم از صدای جیغش یخ کرد. انگار کل بیابون رو اون صدای جیغ پر کرد. وقتی افتاد زمین اسب رو تازوندم و اون پیرزن فریاد میکشید و گفت محسن پسر فلانی، خیلی شانس آوردی، تو رو باید امشب میکشتم، اما دفعه بعد که بیای خونه خواهرت مطمئن باش گیرت میارم. و منم پشت سرم رو نگاه نکردم و تازوندم و از دور دهات ما پیدا شد. تا رسیدم خونه خیس عرق و پای اسبم پر از خون و خراشایی که انگار با تیغ روی پای اون حیوان بدبخت انداخته بود. همسرم گفت محسن چی شده؟ گفتم گیر جن بیابونی ام المساحی افتادم. برداشت رفتم پیش دعانویس معروف اهواز و اون برای من و خانواده‌ام هرزی نوشت تا این موجود نتونه بهمون دیگه نزدیک بشه، چون اگه روی کسی نشونه گذاری کنه تا نکشتش ولش نمیکنه. حتی بارها پیش اومده بود که به خونه های مردم حمله میکرد و خصوصا زنایی که تازه بچه به دنیا آورده بودن و میخواست بچه های اونها رو بدزده و بکشه. برای همین تا اینکه بچه از چله در بیاد پدر خونه تا صبح بیدار میموند. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. دوستان لطفاً برای دیده شدن بیشتر کانال با سابسکرایب، لایک و کامنت از ما حمایت کنید و در صورت تمایل این داستان رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. خیلی ممنونم. شاد و پیروز باشید.